هفته خبر تو خبر داره براتون. از نفوذ جام زهر تا مغز استخون نظام و رد شدن از خط قرمزهای جدید. اگه یادتون باشه هفته پیش حسن فرفره توی چشمک به اونور آبیا اوباما رو باهوش و مؤدب توصیف کرده بود. حالا این توصیف خرچنگ نظام از اوباما در جواب به حسن فرفره. اوباما باز تکرار کرد همه گزینه ها روی میزه، حتی گزینه نظامی، و به دروغ ادعا کرد ما جلوی بمب اتم ایران رو گرفتیم. این چه ادبیاتیه؟ این همه دروغگویی اسمش ادبه؟ ما اوباما را از بی‌ادب‌ترین رئیس جمهورهای دنیا میدانیم. این تلاش خرچنگ برای جلوگیری از نفوذ جام زهر در حالیه که با این یک گیلاس زهر نه تنها چیزی نقد نشده بلکه تحریم ها اضافه هم شده. در حالی که کمتر از 2 هفته از توافق ژنو میگذره و بر طبق این توافق قرار بود هیچ تحریمی دیگه علیه ایران وضع نشه، مقام‌های اروپایی این هفته 17 شرکت ایرانی رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کردند. چون این غربی‌ها عجیب قابل اعتمادن و بر عهدشون وفادار. به نظر میرسه که حرکت سیدعلی تو جاده مذاکرات یه مسیر صاف و یک طرفه نیست، بلکه بیشتر شبیه به حرکت این ورزشکار میمونه. بعد از اینکه خامنه‌ای مجبور شد تو مذاکرات ژنو یک قدم واپس به تمرگه، هنوز 2 هفته نگذشته درخواست‌های زهرخوران تو عرصه‌های داخلی هم یکی یکی به دستش میرسه. یه نمونهش داستان ممنوعیت ماهواره است. تا چندی پیش 2 تا کشور در جهان استفاده از ماهواره ممنوع بود. یکی افغانستان بود، یکی ایران. ولی همین الان افغانستان هم دیگه آزاد هست. در ایران خیلی بده برای ما تو قرن 21 در دهکده جهانی زندگی کنیم بگیم ماهواره ممنوع، بریم بریزیم مثلا این دیشا رو جمع بکنیم، با بد اخلاقی برخورد کنیم. این اصلا در دون شأن فرهنگ اصیل اسلامی کشور ما هست. نمونه بعدی زهرخوری که جلوی عظما قرار گرفته شکست خط ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی و به طور خاص فیسبوکه. عضویت در شبکه اجتماعی طبق هیچ قانونی جرم نیست. عضویت در فیسبوک اصلا جرم نیست. مقامات امنیتی، مقامات انتظامی، مقامات قضایی ما صراحتاً این مسئله رو گفتن. الان وزرای ما عضو شبکه فیسبوک هستن. پس صرف عضویت به اصطلاح جرم محسوب نمیشه و ممنوعیتی نداره. به عنوان شاخص سایت‌های شبکه‌های اجتماعی که فیلتر هم هستن. تقریباً اغلب شبکه‌های اجتماعی اصلی در ایران الان فیلترن. گاهی به بهانه‌های امنیتی، گاهی که من الان مثلا نماینده اون هستم. مگر ما نمیگوییم که حضرت مهدی علیه السلام وقتی ظهور میکنه میخواد جامعه جهانی مدیریت بکنه؟ جامعه جهانی امروز فیسبوکه. پیام نزد ماست، نزد جمهوری اسلامی و نزد انقلاب اسلامی هستش. ما میتونیم از این ظرفیت جهانی استفاده بکنیم. البته به نظر میرسه که برای استفاده از این ظرفیت جهانی موانع زیادی وجود داره. یکیش این آخوند گوشخوار اژه‌ایه. در مورد فیسبوک هم موارد مجرمانه عدیده، هم مسائل خلاف عفت عمومی، هم مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیحی که در این شبکه بوده و هست. این اقدامی توسط کارگروه انجام شده و تا زمانی که این اقدام پا بر جا باشه استفاده از اون صحیح نیست. اگر هم کسی تو نظام هنوز قانع نشده که فیسبوک رو باید فیلتر کرد، دیگه با این خبر تیوی ریش به یقین میرسه که فیسبوک خیلی اخه. میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این هفته مصاحبه کرده و گفته چون فعالیت افراد در فیسبوک در معرض دید عمومه، اجازه دسترسی به فیسبوک رو برای بچه‌هاش محدود کرده. قابل توجه بعضی دوستان داخلی که دنبال رفع فیلتر فیسبوک هستند.
این کریم شیره‌ای نظامم برای اینکه یه جوری این جنگ و دعوا رو ماستمالی کنه یه پیشنهاد حوزوی میذاره رو میز. لااقل فیسبوک رو فیلتر هم نمی کنیم یا مجاز نیست به هر دلیلی اوناش کار ندارن، باید بررسی بشه کارشناسان. لااقل به موازات خودمون یه کاری بکنیم. بارها پیشنهاد دادم فیسبوک فیزی ببریم، سایت را بندازیم فیسبوک، لااقل جانشینش کنیم. سیگار رو میخوای بگیری شیر موزه به طرف بده. اگر فیسبوک این بابا بدلی از فیسبوک واقعی باشه، احتمالاً واکنش بسیجی‌ها برای فیز بردن از اون اینطوری بشه. سوتی برتر این هفته مربوط به سخنگوی فکلی دولت شیخ فریه که میاد قمپوست در کنه سوت میزنه. زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران از آیکیو بالاتری از مردان برخوردارند. آخه سوت مشنگ، اگه از این فیگورا میخوای بیای پس چرا حتی یک زنم تو کابینه روحانی راه ندادی؟ قابل توجه خانواده هایی که تو خونه راجب گرونی صحبت میکنن، یه دستورالعمل مشنگی که چرا نباید حتی تو خونه درباره گرونی صحبت کرد. بچه‌ای که تو خونه میبینه همه حرف پدر مادر سر گرونی و ارزونی و قیمت اجناس و همه دغدغه‌های پدر مادر تو خانواده اینه، خب بچه هم میره تو همین فضا. آره اینم میره تو این فضا. اما نه، وقتی دید تو خونه ارزش‌های دیگه است، صحبت‌های مباحث علمی، مباحث فرهنگی، خیلی کلاس خانواده از لحاظ فرهنگی بالاست. بله حالا یه گوشش هم به مسائل مالی هم پرداخته میشه. خب بچه خودش یاد میگیره. بله، به جای اینکه کسی تو خونه درباره گرونی صحبت کنه، باید از نسخه بعدی حاج آقا گوشت و پیاز و دنبه پیروی کنه تا سریع پولدار بشه. اگر خواهی غذای چرب و شیرین و یا پول و دلار و تخت زرین، زمین و رانت و اوراق بهادار، حساب بانکی و املاک بسیار، مگان و پورشه و بنز و تویوتا، الگانس و فراری یا که مزدا، بیا در شهر تهران کورس بگذار، همه سرمایه را در بورس بگذار. اگر وارد کنی اجناس چینی، دیگر در طول عمرت غم نبینی. حالا یک سوال 10 نمره‌ای، به نظر شما شادابترین گروه اجتماعی کدام است؟ به نظر من هیئتی‌ها جز شادابترین گروه‌های اجتماعی. این شادابترین افراد اصلا تو روزخوان‌ها شادابه. شما روحانیون رو ببینید جز شادابترین افراد جامعه شادابه. راستی اگه آخوندا با نشاط‌ترینن، علت شادابی و بانشاتیشون چیه؟ تو بچگی چه بازیایی میکردن؟ یکی دیگه از بازیایی که نشاط میاره خاک بازیه. شاید بعضی تعجب کنن. گل بازی بکنیم و توی خاک یه سری میکروب های ضعیف شده ای هست وارد بدن میشه، خود بدن خود به خود پادزر تولید میکنه. جدی؟ و اصلا از نظر علمی هم ثابت شده که با خاک سر و کار داشته باشی نشاط هم ایجاد میکنه، چون وجود انسان از خاکه. ما هر وقت تو زمین خاکی بازی میکنیم من خودم اصلا حال آدم بیشتره، لذت آدم بیشتره. ببینید فطرت انسان به اون چیزایی که فطریه بیشتر نشاط پیدا میکنه. مثلا ما وجودمون از خاکه، وقتی با خاک سر و کار داریم بیشتر لذت بریم. اگر هم کسی تو کوچیکیش خاک بازی نکرده باشه، آخرش به این روز میفته که باید بره با یه سطل خاک روبه تمرین خوندن نوحه بکنه. و این هم تازه ترین فوت و فن روزخوانی برای روزخوان‌های مبتدی. رو منبر وقتی که یه نکته مثل الان مثلا یه مزاحی بکنم، یه شوخی بکنم، بعد ببینم اگه همه بخندن، من اون شب روزه میخونم و مثلا یه ذره زمان بیشتری میذارم. اما اگه نخندن و خشک باشم، معلومه اینه گریه‌ام از اینا در نمیاد. نمیشه مثلا برای اینا
خوند یا برای مثلا مایون، چون گریه کن نیستن. حالا اگه سوال این باشه که چرا بعضیا خوش شدن و گریه نمی‌کنن، باید بشینن پای حرفای این حاج آقا ضد دیش. یه جوانی چند وقت پیش جناب قوامی مراجعه کرد 2-3 سال قبل، بعد از هیئت گفت حاج آقای میلانی من نمیدونم چرا چند وقتیه اصلا با روزها گریه نمی‌کنم، دلم نمیشکنه، گیرم سنگین شدم. گفتم چشمات چطوره؟ که قلب سبز شد. بعد خودش 2 روز دیگه بعد زنگ زد که فلانی آره ما چند وقتی دستگاه ماهواره آوردیم تو خونه. میدونید که منشأ اکثر گناهان فجیع چشمه، گناهان بزرگی که گناهان کبیره هست منشأش چشمه. بله، اگه چشم کسی تو ماهواره این صحنه ها رو دیده باشه دیگه ازش گریه و روزه در نمیاد. آقا ببینم چی شده، چی میتونه باشه؟ نگاه کردم دیدم خرابی کفتره کل بسر وای وای، این خبر از من ببر وای وای، کفتره کل بسر وای وای، این خبر از من ببر وای وای، بگو به یارم که شپش دارم، بگو برگرده نیشناناشم من، رشته آشم من، نیشناناشم من، رشته آشم من. موج جدید سرما یه طرف، این کارخونه یخسازی تیویریش یه طرف، هرچی یخ دارن میریزن تو خونه ملت تا خودشون گرم بشن. که اون عزیزی که اونجا نشسته داره ما رو نگاه میکنه، با همون یه گل آتش برای وجود ما. قطعا انرژیشون این ما رو به وجد میاره، ما رو به هیجان میاره. اینو جدا میگم. یه نگاه بنداز. گرمات نه گرم. حالا ممکنه اونا یخ کنن از این برنامه، ما که گرم میشیم از دیدنشون. از اونجایی که دور بعدی مذاکرات نزدیکه، آموزش‌های بادی لنگویج هم تو تیویریش برای تیم مذاکره کننده ادامه داره. اما 3 تا حرکت اصلی یکی اینه: سر از بالا به پایین، یعنی از رو بینی نگاه کن. این تکبره، غروره، دیگران رو کم دیدنه. متوجه این؟ یک حرکت سر هست که سر ناخودآگاه موقعی که داریم جذب گفتار یکی میشیم کج میشیم. این چیه؟ چی؟ کج میشه. کج میشه یعنی من جذب گفتار شدم. اگر به سمت پایین باشه شرمندگی، شرم و حیا، خجالت هم میتونه باشه، در صورتی که پلکا به سمت پایین باشه. حالا اگر هم پلکا به سمت بالا باشه و هم دهن اندازه دروازه غار باز بشه معنیش چیه؟ مثلا اینطوری: آنان عزیز حالا یک اثر درخشان هنری با تصویرگذاری جذاب و شعری بدی در وصف طویله نظام. رهرو راه نه شرقی و نه غربی، در پی گستردن حق و عدالت، مجلس الله اکبر. رسم فوتبال بازی کردن بچه‌های ایرانی تو کوچه و خیابون به خروس‌ها هم سرایت کرده. این شما و این کاکروی خروس‌ها در حال شوتی ضعف.